مقصد همه ما انشاءالله پیش بردن علم و معرفت در خداخواد وطن ما و شما است. البته انشاءالله خداخواد چون که به علم انسان به جهالت میبرد، به علم انسان برای زلالت میبرد. حتی در دین مبین اسلام هم پیشوایی که علم ندارند البته انشاءالله دین پیش برده نمیتونن و در دنیا هم همچنان است. برای همین همه یگانه مقصد چی است؟ انشاءالله خداخواد یعنی خواندن و تعلیم گرفتن. انشاءالله خیلی که انشاءالله جناب عالی در یک سخنی مبارک شدن کسانی که علم ندارند کتاب نمیخوانند از ویا دور شوین چون که سخن آنها بی‌معنی است. البته حقیقت است انشاءالله. حتی خدا هم قرآن سوره زمر آیت 9 ده میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم آیا برابر می شود شخصانی که علم دارند و علم ندارند؟ هرگز برابر نمیشن. علم دار به علم از زمین تا آسمان فرق دارد. برای همین یگانه مقصد شعار خداخواد ما و شعار حکومت ما و شما چی است؟ انشاءالله بلند برداشتن سطح دانش است. امید میکنیم که خدا خواهد علم خدا خواهد همه یک جایه، همه استادا، همه انشاءالله عالمان و پیشوا حرکت کرده عینا خلق سوخ زمین به علم یعنی تأمین کردن و علم و بدانش انشاءالله خدا مکمل کردن همه من حرکت میکنیم، کمر همت میبندیم و انشاءالله در این فرصت فایده برده بر تمام دانشگاه خوانندگانی که در دانشکده ها هستند خداوند علم لدونی استعداد خوب و در آینده یعنی عالمان و قارئان و کادرهای خوب شده نزد الله و خدمت در کردنش را الله نصیب بدارد.